تاجیکستان با ارسال نوت یا یادداشت از روسیه طلب کرد که قضیه لاتوکوبی نوروز زیکیروف عرابکش تاجیک 27 ساله بازار مسکو در ناحیه لیوبلینا را جدا و عادلانه بررسی کند. سرور بختی سخنگوی سفارت روز 3 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این نوت روز دوشنبه به مقامات وزارت امور خارجه روسیه سپرده شد. سرور بختی گفت در این قضیه نوروز زیکیروف جدا لاتوکوب شده است و باید مسئولان این قضیه به جوابگری کشیده شود. او گفت اساس همون است که ما یادداشتی رسمی نوشتیم، یعنی با طلب قاطع، یعنی طلب بسیار قاطعانه که اون گناهکارایی که شهروند ما را لاتوکوب کردن یعنی به جوابگری کشیده شوند. البته خودی جریان تفتیشات باید که عادلانه صورت گیرد و ما طلب کردیم که از جریان، یعنی که از نتیجه های این تفتیشات و دیگر سفارت مثلا پورا مثلا معلومات به سفارت پیشنهاد کرده. همون در بیمارخانه هم با این بچه بودیم، یعنی هر یک کارمند ما رفته از سلامتی و دیگرش با خبر بود. یعنی اون چیزی که تبابت لازمه که بود اون بچه گرفت. جناب سفیر هم با وزارت کارهای خصوصی که ما این چیزا تا آخر ما نظارت میکنیم که همون آدمایی که در لاتوکوبی این بچه اشتراک کردن باید که اون جزا از روی قانونگذاری ببینن. طلب کردیم که ما همون حتی نوشتیم که اونجا او را یعنی لاتوکوبی بسیار وزنی کرده، ما یعنی سبوک ننوشتیم اونجا داشته. طلب سفارت از تفتیش جدی لاتوکوبی شهروند تاجیکستان در حالی است که روزی گذشته 2 اکتبر نوروز زیکیروف به وطن برگشته است. شریف غلاموف امکی نوروز روزی 3 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مسئولان بازار بدون مشورت او را به تاجیکستان فرستادند و افزود یا بچه‌ها بخدا رو شد من ندیدم دو شبونی دفعه شوند هم رویش کردن رفتم من ندیدم یا بچه‌ها تلفن کردن که دکجا که خونه رفته چنان ما های گپ چابوندان رویش کردن رفتنم کورداروچی. مقامات ناحیه بلجوان ولایت ختلان زادگاه نوروز زیکیروف گفتند که دیروز از فرودگاه این مهاجر را پیشواز گرفته او را در دهه اوزناخور به دست خانواده اش سپردند. عبدالغفار قادیروف رئیس جماعت دکتور ناحیه بلجوان روز 3 اکتبر گفت پس از صحبت معلوم کردند نوروز را به خاطر رخ ندادن یگان اغوای و دسیسه به وطن فرستادند. نوروز زیکیروف شب 20 سپتامبر در مرکز تجارتی مسکو مورد لاتوکوب قرار گرفته سپس چند روز در بیمارستان بود. این شهروند تاجیکستان در صحبت با مقامات تفتیشاتی گفته است که بحثی او با 2 محافظ مرکز تجارتی سر پرداخت پول برخاست و آنها او را کنار برده به ناحیه سرش ضربه زدند. پلیس مسکو قبلا گفته بود که نسبت به حادثه لاتوکوبی شهروند تاجیکستان طبق ماده 116 کدکس جنایی روسیه پرونده باز کرده است. حد اکثر جزا طبق این ماده 2 سال زندان معین شده است. اما با گذشت 2 هفته از این قضیه هنوز مسئولان این قضیه بازداشت و به جوابگری کشیده نشدند. هرچند در پی اعتراض به این لاتوکوبی مهاجر تاجیک چندی از کارکنان تاجیک بازار مسکو به دلیل نقض قاعده بود و باش به تاجیکستان اخراج و برخی دیگر از کار محروم شدند.